ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 37م. واقعی این مار و کژدم جای عبرت است، گفته داخونده گپ سر کرد و به سخن خود دوام کرده گفت: در انجمن یکم که دیروز تمام شد، من از اول تا آخر حاضر بودم. سخنهای همه معروضچیان و به مذاکره برآمدگان را با دقت تمام گوش کردم. همه سخنها تخمیناً به همین مضمون بود. ما باسمچیان را که مانند مار به نظر نمایان بودند نیست کردیم، اما آن گروه و صنفی که باسمچیان نمایندگان آنها بودند هنوز هستند. مانند کژدم تگیبوریا، بی آنکه به نظر ما خود را روی راست نشان دهند، زهر میزنند، برای هر گونه پیشرفت ما مانع میشوند. ما باید که این کژدمان تگیبوریا را تماما نیست کنیم تا که به ترتیب سوسیالیستی اثر نو ساختن مملکت به ما میسر شود. داخونده 1 دقیقه خاموش مانده باز به گپ در آمد: گلنار، تو نو از فقیرانه بودن خانه خودمون گویا که شکایت میکردی. من گفتنی بودم که آباد و آزاده کردن یک خانه کاری بسیار آسان است، لیکن مقصدی ما این در خورد نیست. چنان که انجمن قرار داد، ما باید همه دشمنانمان را که مانع آبادی عمومی مملکت ما است نیست کنیم. برابر همین ما باید مملکت ما را مانند یک خانواده آباد و آزاده که همه چیز از مهیا باشد از سر نو سازیم. در آن وقت من و تو هم در آن خانواده مانند یک اعضای آن به آسودگی زندگی خواهیم کرد. برای به دست آوردن این مقصد باید هممون با یک ترتیب معین همیشه کار کنیم، کار آموزیم، خوانیم و یاد گیریم. بنابراین است که حکومت از یک طرف کارهای کلان سر کرده، از طرف دیگر جوانان را به مسکو و تاشکند بر این شهرهای کلان علمخانه برای خواندن فرستاده ایستاده است. اگر تو هم راضی باشی، من میخواستم هر دو با هم برای خواندن رفته 1-2 سال علم آموزیم تا که بازگشته آمده برای از ساختن خانه خودمان یعنی مملکت با شورانه کار کنیم. من که هنوز سواد ندارم، چگونه برای خواندن به مکتب‌های کلان میروم؟ گفت گلنار. این کمبودی را در 6 ماه برهم زدن ممکن. اگر خواهی میتوانی در 6 ماه خط و سواد خوبی براری. مرا نمیبینی که در اولهای انقلاب خود به خود خط و سواد برآورده در جنگ و جدالی با باسمچیان فرصت خواندن نشد. در وقتهای آخری مملکت قدر آسودگی یافته، ما هم آرام گرفتیم. کوشش کرده معلومات خود را زیاد کردم. حالا میتوانم به مکتب‌های میانه درآیم، لیکن این قدرها هم کم است. باید فراموش نشود که برای درست کردن آن خرابی ها که باسمچیان به سر مملکت آوردند بسیار محنت، بسیار علم و بسیار هنر در کار است. در مدت باسمچیگری مملکت چقدر ضرر دیده باشد؟ گلنار پرسید. مملکت ما پیش از انقلاب همان قدر آباد نبود. از حاصل مملکت تنها امیر، عملداران او، ملایان، ایشانان، زمینداران و چارواداران کلان فایده می بردند. نصیب دهقانان کمبغل، چاره‌کاران، پنجه‌کاران، مردکاران و چوپانان باشد محنت سیاه کردن بود و بس. البته آنهایی که تنها منفعت خود را در نظر داشتند در آباد کردن مملکت کوشش نمی کردند. در واقع باسمچیگری احوال باز هم بدتر شد. داخونده از بغل خود دفترچه را برآورده به وی نگاه کرده گفت: از روی حسابی که حکومت در انجمن داد، در مدت باسمچیگری کشتکار مملکت و چارواداری قریب نیم شده است. به بالای این
جویهای ویران، زمینهای میته، قشلاقها خراب شده رفتند. رس از این قشلاق به آن قشلاق یا از این دره به آن دره و هم تنها در فصلهای تابستان به یک چوب یا آونگ می گذشتند. در زمان باسمجیگری اینها هم تمام ویران شده ماندند. در خانواده فقیران که بیشتری اهالی مملکت اینهایند، پارچه پلاس یا کاسه و طبقه نمانده است. اگر در یک قشلاق یک دیگه لب شکسته یافت شود، همه اهل آن قشلاق از وی استفاده می کنند و خود را خوشبخت می شمارند. خودت هم حساب کنی درجه خرابکاری باسمچیگری را به آسانی می فهمی. باسمچیگری قریب 6 سال دراز کشید. وقتهایی شد که شماره باسمچیان قریب به 30,000 رسید. اینها از یک طرف مملکت را سوختند، خراب کردند و از طرف دیگر تاراج کرده به عیش و نوش خود صرف نمودند. به امیرشان فرستادند و به انگلیسشان فرستاده ملتقاتی رو دارو خریدند. این گونه خرابی و تاراج 6 ساله را حساب کنی از 1000 میلیون سوم می گذرد. مملکتی که همه مردمش را 800,000 نفر تخمین می کنند، از تحت این همه خرجات و خرابی به چه حال می براید و برای آباد کردن این گونه مملکتی زخم دیده چقدر ها محنت و پول صرف کردن در کار می شود. انا همین گونه احوال را به نظر گرفته کمربند همت را به میان محنت محکم بستن در کار است. فصل دوم، راه آهن. در راه آهن ترمیز دوشنبه آتشرابه با کمال حشمت و شوکت حرکت می کرد. دشت با آن پهناوری خود به پیش گوه کشیدن این قطار چابک رفتار تنگ می نمود. کوه با آن عظمت خود از شیهه کشی های این اسب باد پای آتش نهاد به فغان می آمد. کوه و بیابان برای جلان این کاروانی مدنیت یکسان شده بود. دره و دشت برای گذشتن آن چون کفی دست هموار گشته بود. آره، دست و بازوی پرزوری مهنت کشان است که دره های چقر را پر کرده، کوه های بلند را بریده برای پیشرفت عالم انسانیت راه گشاده بود. در این کوه ها، در این کوتل ها که پیش از این چند سال جولانگاه باسمچیان وحشی بود، آثار مدنیت قدم گذاشته است و آن همه واقعه های خونین در صحیفه های تاریخ گذشته است. تنها خاطره های پردهشت بینندگان آن فاجعه ها را مانند خوابی پریشان ارنگ ارنگ در یاد مانده است. این همان دره است که ما در اینجا با دسته عبدالله دادخواه 1 هفته جنگیده با قربان کردن چند نفر جوانان فداکار باشد هم عاقبت پریشانش کرده بودیم. این همان کمر است که ما در اینجا شینک کرده تا آمدن مدد خودها ما را از هجوم ملا احمد بی قرباشی نگهداری نموده ایم. این همان قله است که باسمچیان در اینجا نشسته به ما تیر خالی میکردند. ما سنگ ها را برای خود سپر کرده قدم به قدم بالا برآمدیم. عاقبت باسمچیان شکست خوردند. بعضیشان از سر قله غلیده که به پای خود از دنیا رفتند، بعضیشان با سرنیزه و شمشیر ما کشته شدند. کمی از آنها گریخته زنده خلاص شده باشند هم بغیر از تسلیم شده ملتقایشان را سپردن چاره دیگری نیافتند. آن خانه های سفید قطار دودکشدار را که گرداگردش میدان وسیع پختکاری است و یک طرفش باغچه نوی سبز است دیدید؟ با آن درخت کلان بیشاخ و برگ هم دقت کنید. اینجا یک قشلاق آباد بود که باسمچیان به گناه اینکه اهالیش اسکران سرخ را به خود راه دادند اینجا را سوختند. هر کسی را که از مرد و زن، پیر و جوان، خرد و کلان به دستشان افتاد کشتند. پس از برهم خوردن باسمچیان در اینجا کلخازی پختکاری برپا شد. آن عمارت هایی را که میبینید مکتب، کلوب، قرائتخانه و مشنخانه است که موافق زندگانی نو ساخته شدند. اهالی این قشلاق خود را با اصول تازه از سر نو ساختند که همه یک جای کار میکنند و ثمره مهنت خودهاشان را به هم میبینند. حالا از آن کشاکشی ها و سوزاسوزی ها در اینجا اثری نمانده است. تنها آن درخت کلان بی سر پس از سوختن شاخ و برگش تنه خشک شده مانده است که مانند یک یادگاری پرعلم گذشته فاجعه داری را
به یاد عبرت آیندگان آورده ایستاده است. روندگان پاییز سوار دو سرهای خود را از دریچه های وگان ها بیرون کرده با یکدیگر این گونه خاطره گویی می کردند. قطار وگان در جولان بود. دشت و دره مانند خاطره های نشاندگان آن در عقب می ماند. تارف مانند یک آینده درخشان به پیش نظر منظره های خوش دلربا، کشتزارهای دلکش زیبا می برآمد. در هر ایستگاه از روندگان وگان سوار چندی پایین فرو آمده به جای آنها چندی دیگر می برآمدند. پاییز مانند عرابه عالم انسانیت که سیر جهان کند همچنان پر بود. در یکی از ایستگاه ها یک مرد و یک زنی میان سال که به تن خود لباس های اروپایی داشتند از وگان فرو آمدند. اگر در تخمین خود خطا کرده باشی تشویشی مفت میکشیم، گفت زن به مرد. خاطر جمع باش که این تخمین من خطا نمی براید. من این جاها را وجب به وجب میدانم. خب این طور باشد روان شو، زودتر به منزل برسیم. روان شو. مرد و زن در حالتی که به دست یکی چمدانچه دستی و به دیگر یک سمکه زنانه بود پیاده به راه در آمده به طرفی رفتند و در چند دقیقه از نظر باشندگان ایستگاه غایب شدند. فصل سیوم، دره ناشناس. از روی تخمین باید برآمدگاه دره نیهان همینجا باشد، اما اینجا حالا به اون جایی که تخمین 20 سال پیش از این دیده در وقت جنگ و جدالی با باسمچیان بارها اینجا آمده سنگهایش را یگان یگان شمرده بودم هیچ مانندی ندارد. گفتم مردی که از وگان فرا آمده می آمد به زنی که همراه خودش بود تعجبش را معلوم کرد. نگفتم که اگر در تخمین خود خطا کرده باشی تشویشی مفت میکشیم. حالا معلوم می شود که در تخمین خطا کرده ای؟ گفته زنک سرزنش کرد. نه ممکن نیست. من یقین دارم که راه دره نیهان از همین جا بود. لیکن تعجبی من در اینجاست که چرا علامت ها دیگرگون شدند. عجب نیست که علامت هایش را فراموش کرده باشی. نه گلنار، گفت مرد، هر چیز را فراموش کردن هم ممکن است، اما علامت های دره نیهان را که هم سعادت من و هم فلاکت من از اینجا سر شده است فراموش کردن هم ممکن نیست. وقتی که من از دست عظیم شاه گریختم پناهگاهی من دره نیهان شد. با تو هم در اینجا شناسا شدم، به دست علی مردان هم در اینجا گرفتار گردیدم. عاقبت در وقت جنگ و جدال با باسمچیان به علی مردان هم در دامن کوی باباتاخ که به دره نیهان می پیوندد غالب آمدم. چی شد که در این چند سال همه این علامت و نشانه های آن یک بار فراموش می شود؟ مردی که داخونده بودن آن از نقل قسمی از سرگذشتش معلوم شد از بغل خود دفترچه را برآورده از درون وی پارچه کاغذ را گرفته به وی یک چشم انداخت و گفت وقتی که در مکتب درس جغرافیا می خوندم علامت های دره نیهان را به خاطر آورده یک خریطچه تخمینی کشیده بودم. از روی این خریطچه در همین جا بودن دره نیهان معلوم می شود. تنها آن نشانه هایی که در خریطه اشاره شده بودند در اینجا نیستند. نشانه کلانی که دیگرگون شده است راه است. راه دره نیهان. راه دره نیهان زیاده پرپیچ و خم بود. بعضی جایهایش در حالتی بود که گذشتن آن جایها بسی دشواری می کرد. حالا ما راه راستی کلانی عرابه گذر را می بینیم. خب رفتن گیریم. عاقبتش معلوم می شود گویان داخونده دفترچه‌اش را در بغل گذاشت و با رفیقه خود پیش رفتن گرفت. هنوز 500 قدم دیگر راه را طی نکرده بودند که داخونده تخت سنگ کلانی را دیده شادی کنان هرچی یک علامتش پیدا شد گفت این همان تخت سنگی است که من پس از خلاص شدنم از دست عظیم شاه اولین بار برای این سنگ با آسودگی خوابیده بودم. پس از برهم زدن دسته علی مردان و عبدالله دادخواه هم اینجا آماده با رفیقان به بالای همین تخت سنگ نشسته نان خورده بودیم. لیکن در آن وقت از پیش این تخت سنگ با راه آب برده مانندی گذشته به دره در آمده می شد.
حالا در اینجا راه اتومبیل گذر پیدا شده است. در واقع هم اینجا اتومبیل گذشته است. نقش چرخهای آن در زمین معلوم است، گفته داخونده به گلنار نشان داد. پس از قدری استراحت کردن به بالای این تخت سنگ تاریخی باز به راه در آمدند. لیکن هر قدمی که می ماندند تعجب و حیرتشان زیاد می شد. راه تا رفت خوبتر شده می رفت. جویچه هایی را که از چشمه های کوهسار شاریده از این پیش به خاطرهای خود هر جا که می خواستند می رفتند، حالا به یک ترتیب انداخته آبهای پراکنده را در یک جا سرجم کرده از آنها یک جوی کلانی به هم رساندند. این جوی را با درغاتها و دهنهای سنگکاری تقسیم کرده هر جا به کشتزارها فرستادند. در دره پارچه هم زمینی میته و ناکارم نمانده است. در بین کشتزارها میدانهای پختکاری از همه بیشتر دقتها را به خود میکشیدند که پیش از این در این دره از آنها اثری نبود. اگر من در اینجا در تخمین خود خطا کرده باشم، داخونده به گلنار میگوید، مگر در یگان جای تاجیکستان پیش از این گونه جاها بودند؟ پس معلوم می شود که بسیار چیزها در این چند سال آخری از سر نو ساخته شدند. با این محاکمه های داخونده در گلنار هم دیگر شک نمانده بود که اینجا همان دره نیهان است. لیکن غایتش این است که از سر نو به ترتیب خوبی ساخته شده است و حدی که به شکل یک دره ناشناس در آمده است. روندگان ما تماشاکنان پیش می رفتند. به جایی رسیدند که جوانی از علفزار علف می دروید. لیکن علف های اینجا به یونچقه یا به دیگر علف های خود را مانند نبودند، بلکه مانندی بوته گلی قچقری برگ های پرداری ارگی داشتند. داخونده از جوانی دروگر این چه خیل علف است؟ گفته پرسید. جوان از جای خود راست خیسته پس از آن که سرتاپای پرسنده خود را از نظر گذرانید گفت، معلوم می شود که تو این جایی نیستی. اگر این جایی می بودی درخت توت را از علف فرق می کردی. داخونده از سرزنشی جوان اندکی دیگرگین شده باز پرسید، پس چرا اینها را مانند علف درو می کنی؟ 2 سال است که جوان گفت در قشلاق ما کرمکداری نمونگی کشاده شده است. با نشانداد دانشمندان پله‌گیری در این میدان تخم توت را علفوار غولی کرده کشتیم. هر سال نهالچه های توت را مانند علف درو کرده به کرمک میخورانیم. از تجربه 2 ساله معلوم شد که کرمک ها نظر به برگ های توت های کلان برگ های این گونه نهال های نوخیز را بهتر و خوبتر میخوردند. نفع دیگر این گونه توزار این است که نظر به درخت توت مهنت برای این زمین کمتر می رود. داخونده آهسته به گوش گلنار گفت، معلوم می شود که قشلاق از مکتب پیش رفته است. ما 3 سال باز در این مکتب های میانه خانم هم از بالای این گونه مسئله ها سرسری گذشتیم و حال که این جوان قشلاقی که سواد داشتنش معلوم نیست مسئله کرمکداری و توت پروری را از ما بهتر آموخته است. حتی من به پیش این نهالچه های توت را از علف فرق نکرده شرمنده شدم. برای یازیده چیزی خوردن در این نزدیکی ها جایی هست؟ گفته داخونده از آن جوان پرسید. اگر تخمینا 1000 قدم پیشتر روی از پیشت عمارت مکتب، چاخانه سرخ و کلوب می براید. در آنجا میخواهی میازی، میخواهی میخوری، میخواهی میخوابی و میخواهی کتاب میخوانی. گفته جوان به کار خود مشغول گردید. روندگان هم به طرف نشان داده او روان شدند. لیکن از دنبال صدای تقر تقری پای اسب برآمد و اینها از راهشان باز ایستاده خود را به کنارتری راه گرفته پس نگاه کردند که سواری می آید. سوار بر روبروی جوانی دروگر رسیده بی آنکه به طرف روندگان مسافر چشم اندازد به جوان گفت، مانده نشوی سنگین زاده؟ کرمک های نمونگیت پیله بسته خانه را از ابریشم پر کردن می؟ سوار به جوان فرصتی جواب گفتن نداده زهر خنده کنان گفت، در پله‌گیری رسمی پدر و بابات را پرتافتی؟ نامت را هم دیگر کرده خود را سنگین زاده نامیدی. چرا تا حال به کلخاز همراه نمی شوی؟ جوان بی آنکه دست خود را از کار باز دارد
و به طرف سوار نگاهی کند گفت: خوجین، نوبتی لیلی گذشت و نوبتی مجنون رسید. گفتند در زمانش شمایان هرچی میخواستید کردید، اکنون نوبتی ماست. پله نمونگی میگیریم، نام ما را دیگر میکنیم، به کلخوز هم میدرویم. مسخره داشتن شمایان ما را از راه خود بازداشته نمیتواند. سوار: خب هرچی میخواهید کنید. گویان اسب خود را راند و از پیش روندگان ما گذشته رفت. این آدم کی باشد؟ گفته گلنار از داخونده پرسید. من هم نشناختم، باید یکی از مشتزران قشلاق باشد. همین قدرش معلوم شد که در قشلاق مبارزه صنفی سر شده است. حالا همراه با زنده باشد. وی در وقتهای مردن پدر و مادر تو مرده بوده است. من در وقتی که با اسکران سرخ اینجا آمده بودم پرسکاف کردم. یک موی سفید ارزی اینها را در 1 ماه گرانیدیم گفته بود، اما پسرش را زنده می گفتند. گلنار که غصه مر شدن پدر و مادرش به یادش رسیده بود، قدری در اندوه افتاد. اندوه وی به یادگار هم اثر کرده، گفتگوزارشان بریده شد و هر دو خاموشانه برای خود رفتن گرفتند. فصل 4. مکتب. در پیش یک عمارت سفیدی که مکتب بودنش از لوحه‌اش معلوم میشد، زمینچه‌ای را به جای گل پخته کشیده بودند. جوانی تقریباً 25 ساله که در پیش این زمین بچگان را به گرد خود غون کرده از اهمیت پخته‌کاری گپ میزد، با آمدن 2 نفر مسافر سخن خود را بریده بچگان را آزاد کرده و با آیندگان: معلم این مکتب زاده گویان یک دست داد. آیندگان هم یکی از طلبگان تاجیک یادگار بازارزاده، دیگری گلنار رستنزاده گویان خود را شناسانیدند. پس از پرسجوی مقرری داخونده از معلم: مگر این پخته را خودت کشتی؟ گفته پرسید. ها، گفت معلم، این پخته مصری است. از روی گفته اگرونوم ها در جاهایی که مانند جای ما بهارش بر وقتتر سر شده هوایش گرمتر باشد، پخته مصری از غیر پرورده کردن هم میرسیده است. با مشورت اگرونوم محلی برای تجربه این زمینچه را پخته مصری کشته بودم که در حقیقت خوب رسیده ایستاده است. حقیقتا مکتب را مکتبی کار کرده. آفرین. اگر فرصت داشته باشیم ما را به چایخانه سرخ رهبری کرده ببر، در آنجا با هم نشسته قدری صحبت کنیم. گفت داخونده. معلم: بسیار خوب. گویان پیش در آمده و بعد از چند دقیقه هر سه به بالای کتی که در پیش چایخانه سرخ بود نشسته به چای نوشی و صحبت مشغول شدند. در تاجیکستان ما چقدر مکتب گشاده شده باشد؟ گفته داخونده از معلم پرسید. معلوم است که، گفت معلم، در زمان امیر مکتب نام چیزی نبود. در پیش بعضی مسجدها مکتب‌های دینی باشند هم از 10 مردم را در آنجا راه نبود و 101 خوانندگان آنها پس از 10 سال شته و فلاح خوردن کورسواد شده می‌برآمدند. دیگرانشان تماما بی‌سواد می‌ماندند. بنابراین آدمی سوادناک در تاجیکستان درصدی 1 هم یافت نمی‌شد. در وقت جمهوریت سابق بخارا و اینچنین در زمان جنگ و جدال با باسمچیان هم البته در راه مکتب کاری کردن ممکن نشد. گویا کاری مکتب از سال 1925 از برپا شدن جمهوریت تاجیکستان مختار سر شده، بعد از رو به نیستی آوردن باسمچیان و به درستی پا گذاشتن احوال اقتصادی به راه در آمد. با وجود این که راه نبود، اسباب نبود و معلم نبود، در این 3 سال آخر کاری مکتب خیلی پیش رفت. از یک طرف در کورس‌های کوتاه مدت معلم‌ها رسانده، از طرف دیگر مکتب‌ها گشاده شدن گرفتند. حاضر در تاجیکستان صدها مکتب گشاده شده است که در آنها هزارها فرزندان محنتکشان می‌خوانند. البته در سال آینده مکتب و شاگرد باز هم زیاد می‌شود. از 1000 نفر بیشتر جوانان تاجیک در مسکو، تاشکند و سمرقند بر این شهرهای کلان علمخانه می‌خوانند. برای نیز کردن بیسوادی هم کار سر شد. این سال برای این کار صدها کورس دوام دارد. در این 3 سال آخری در راه مکتب و معارف 2-3 میلیون سوم صرف شده است که این به کار مکتب و معارف چقدر اهمیت دادن فرقه و حکومت را نشان می‌دهد.
در این 2 سال آخری از طرف نشریات دولتی تاجیکستان خیلی کتاب‌های مکتبی چاپ شده برآمده است. این هم پیشرفت کاری مکتب را نشان می‌دهد. البته سال آینده باز هم زیادتر کتاب چاپ خواهد شد. لیکن دشمنان صنفی به کاری مکتب هم خلل رسانده ایستادند و به مقابل مکتب اغواها پنهان کرده می‌کوشند که محنتکشان را از خواندن باز دارند. فصل 5 راهسازی. یک جوانی تخمینا 27 ساله با یک زنی میان سال به چایخانه سرخ آمده با معلم قشلاق واخوردی کردند. معلم اینها را با داخونده و گلنار شناسا کرده، یکی را کاتب جوابگری یچیکی فرقه مسکین زاده و دیگری را رئیسی شورای جماعت فاطمه بیگم گویان واخوردی کنانید. داخونده و گلنار را هم طلبگان مکتبی میانند که در روزهای تعطیل برای استراحت و با چشم خود دیدن کامیابی های ما آمدند گفته با آنها شناسانید. داخونده با کاتب یچی که به طرز مقرری واخوردی کرده باشد هم با شنیدن نام فاطمه در اندیشه افتاد و در وقت واخوردی کردن با یک حرکت کنجکاوانه به چشمان او ذهن می‌ماند. حتی این حال داخونده از گلنار هم پوشیده نماند. لیکن به پرسیدن سبب این احوال طرز مجلس گنجایش نمیداد. خوش آمدید گفتن کاتب یچی که داخونده را از اندیشه باز آورد و حواس خود را غم کرده. خوشوقت باشید و باز به طرف فاطمه بیگم یک چشم انداخته گرفت. بار تاجیکستان ما را در راه آبادی چگونه دریافتید؟ گفته پرسیدن کاتب یچی که داخونده را مجبور کرد که اندیشه های خود را به یک سو گذاشته به این پرسش جواب دهد. پیشانه خود را تا نیمه سر با کف دست خود یک مالیده گرفته و به گپ در آمده گفت تاجیکستان نو را هنوز تمام ندیده ایم. آن چیزی که در این مسافت اندک از راه آهن تا اینجا دیدیم ما را در حیرت انداخت. آن جاهایی را که پیش از این چند سال دیده و وجب می دانستیم قریب است نشناسیم. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 37 را از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقوف.